ملت شعر دوست و فرهنگمند تاجیکستان تبریک میگوییم. خب خانم شماره 3، شما نام و نشانتون رو بفرمایید. اعتبار یوسفی، دانشجوی سال سوم دانشگاه ملی تاجیکستان. من در عرفه عید نوروز، آغاز بهار، به تمام مردم فارس زبان و آن شخصانی که نسبت شعر و شاعری احترام صمیمی دارند سلام پیام خود را میفرستم و ما از درگاه الهی همیشه طلب میکنیم که مانند نوروز زندگی کل مردم در شکفتن باشد و میگم که تو را عین بهاران دوست دارم، سریشکت را چو باران دوست دارم، گل و نیلوفر نوروزیت را میان آبشاران دوست دارم. خیلی تشکر میکنم. سمرقندی. بله شماره 3. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یار مهربان آید همه. بله من اگه یادتون باشه در یکی از برنامه ها مفصل راجع به این بیت صحبت کردم که اولا باد درست است نه بوی. حالا دیگه این بوی عادت کرده ما با این بوی جوی مولیان، ولی باد جوی مولیانه. دیگر این که جوی مولیان هم عرض کردم اینو برای کسانی که تازه به جمع بینندگان مشاعره ما پیوستن عرض میکنم که جوی مولیان نام محله‌ای بوده است در قسمت شمال بخارای باغی بوده است که شاه سامانی برای غلامانش این رو گرفته بوده، بردگانی که آزاد، غلامانی که آزاد شده بودند. و این هم در حقیقت دلم را مرنجان، دلم را مرنجان که این مرغ وحشی زیبامه که برخواست مشکل نشیند. بله با ده بگو خانم شماره 3. دل دادن و به کوچه نشستن گناه من، دل دادن و به کوچه نشستن گناه من، دل بردن و نگاه نکردن گناه کیست؟ خب اینو باید بریم چند تا رو بیاریم شهادت بدم. روزی که از این جهان فانی گذرم، یک سینه پر از درد نهانی گذرم، دستم نرسید به دامن خضر امید، دستم نرسید و آرمانی گذرم. آرمانی گذرم. البته تاجیک ها آرمان و ارمان میگوین، درسته؟ بله شماره 4 با نه. آن روز که در برم نباشی تار است، درد و علم و عذاب من بسیار است، این اشک که از چشم ترم میریزد سوز است که از قسمت ناتکرار است. بسیار خوب، آفرین. اون هم علم هست. بله شماره 4 تا از تو جدا شده است آغوش مرا، دوستدار کلام و سلام و سخن و الا طالب علم، مدعوی شاعری نیستم و میگویم شعر. عجب زیباست ایام بهاران، به دامان و به دشت و کوهساران، بریزد هر زمان با سبزه و گل سرشک مهربار ریزه باران، به عالم جور گردد یک صدای ز فریاد و فغان آبشاران، رسد شور و شر مهر نهانه به دلهای هزاران و هزاران، به ایام بهار و عید نوروز تمام هستی باشد نورباران، بخواهد اعتبار طالع نیکو به نوروز عجم بر کل یاران. بسیار خوب.